سلام. دانشگاه کلمبیا چه اتفاقی افتاده؟ مطمئنا تو این روزها خبراش رو از همه جا خوندید، ولی چند نکته کاملا مخفول مونده. برای همین من تصمیم گرفتم که در یک ویدیو یا چند ویدیو خدمتتون عرض کنم. نمیدونم حالا یا ریز منتشر میشه یا کلش رو اینستاگرام میپذیره. اولا اینکه همیشه هر وقت که بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها به هر اتفاقی صورت میگرفته، گروه های صلح طلب و ضد جنگ به میدان می اومدن و اعتراض میکردن. تو خود همین دانشگاه کلمبیا هم ریشه ضد جنگی سابقه طولانی داره. سال 1968 در اعتراض به جنگ ویتنام دانشگاه‌ها بیرون می‌ریزن. در همین مکانی که دانشجوها امروز تحصیل کردن به اسم لیبریتد زون جمع میشن و می‌خواستن که آقا جنگ رو متوقف کنن. پس صرفاً یک جنبش ضد جنگ بوده که پلیس‌ها میریزن و 700 نفر رو زخمی میکنن و چند صد نفر رو دستگیر میکنن و از اون سال به بعد دیگه ممنوع میشه که پلیس پاشو بخواد بذاره در دانشگاه کلمبیا. دانشگاه کلمبیا به حال توی نهضت‌ها فعال بوده. سال 1984 اگه اشتباه نکنم یا 86 علیه آپارتاید آفریقای جنوبی دوباره اقدام میکنه، میاد بیرون که باز هم به صفحمر میشینه و الان از اون موقع تا حالا هیچ جنبشی مثل جنبش کنونی فراگیر نشده. گرچه خب در محدوده لیبریتد زون در یک محلی که در بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا وجود داره و دانشجوها میتونن برن اونجا هر شعار و چیزی رو دنبال بکنن و اصطلاحاً به اسم خودشون تمرین مخالفت کردن رو انجام بدن در اون منطقه، که این ما اینو تقریبا توی شبکه‌های اجتماعی داریم. حالا این تمرین رو انجام میدن در اون منطقه. اتفاقی که میفته اینه که بعد از یه مدت میونه کسی حرفای اینها رو نمیشنوه. از یه طرف دیگه ماهیت این جنبش دیگه به اون ضد جنگ و صرفا صلح طلبانه نیست، کاملا ماهیت تغییر میکنه. اما چگونه تغییر میکنه؟ بعد از ماجرای 7 اکتبر اسرائیل دروغ‌های خیلی شاخداری میگه. مثلا میگه 40 کودک رو سر بریدن، تجاوز به عمر شده، قطع قطع کردن اجساد رو. خب وقتی یک نفر در آمریکا باشه و تا قبل از 7 اکتبر بالای 70-80% از اسرائیل دفاع میکنه، این اول نکته خیلی مهمی است. وقتی همچین اتفاقی میفته خب همه سوال میکنن که خب کوش کیا بودن، اسامی اون بچه‌ها چی بوده، به چه نحوی بوده. هر چی میرن جلوتر میبینن که اینا صرفا یک سری دروغ‌هایی بوده که اسرائیلی‌ها درآوردن که مثلا توجیه بکنن حمله وحشیانه‌شون رو به خاک غزه. حالا اتفاقی که میفته اینه که وقتی که این اتفاق میفته، جوانان نسل جدید، یعنی جنزی ها که خب دغدغه‌هاشون مشخص بود، دغدغه‌های خیلی بی ربط‌تر به این قصه داشتن، براشون سوال پیش میاد اصلا اساسا ماجرای بین اسرائیل و فلسطین چی بوده. این اولین نقطه‌ای میشه که شروع میکنن به گشتن و دنبال کسب اطلاعات و اصطلاحاً خود ادوکییت کردن خودشون، تعلیم دادن و یاد گرفتن خودشون. وقتی میرن تاریخ رو بررسی میکنن، نه دل غافل همون کاری که آمریکایی ها با بومیان یعنی کلا مردمان اروپا با بومیان آمریکا کردن، با آفریقا کردن، با استرالیا، کانادا کردن، همون کار دقیقاً دارن با فلسطینی ها میکنن. که در همین حول و حوش بود که بومیان آمریکا و کانادا و استرالیا با همدیگه یک بیانیه مشترک در حمایت از غزه صادر کردند و گفتن که شما به صورت کاملا واضح و زنده شاهد آخرین استعمار وحشیانه امپریالیست غرب هستید که داره اتفاق میفته. چجوری مردم رو میکشن، نسل کشی میکنن، از جاشون منتقل میکنن و یک رژیم آپارتاید کاملا ضد اونها بنا میکنن. این بیانات که در کنار جنزی قرار میگیرن، اینها کاملا یک یقظه، حالت بیداری در به حال افراد اتفاق میفته که باعث میشه که آقا جنگ نکنید، بیایم خوب باشیم، برسیم به این نقطه که آقا جان اسرائیل نکش، تا برسیم به این نقطه که آقا جنوساید، نسل‌کشی رو متوقف کن، تا برسیم به این نقطه که آقا اسرائیل یک رژیم، یک ماشین نظامی جنگی باید متوقف بشه، تا برسیم به این نقطه که اسرائیل آپارتایده، تا برسیم به این نقطه که آقا از نهر تا بحر فلسطین باید آزاد گردد و اسرائیل باید منحل بشه. یعنی ببینید یک سیر تاریخی در این 6-7 ماهی 7-8 ماهی که ما توش بودیم اتفاق افتاده واسه مردم آمریکا، خصوصا این نسل جنزی. خب حالا شما به یک باور و اعتقاد عمیقی رسیدی که آقا یک واقعیتیه که یک دروغ 70 ساله پشتشه و کاملا شما رو با فیلم‌های مختلف، رسانه‌های مختلف خواستن به شما بگن که نه، فلسطینی‌ها انسان‌های خیلی خوبی هستن. تا قبل از 7 اکتبر کاملا ارتباطات خیلی وسیعی بین دانشگاه کلمبیا
و تل‌آویو برقرار بود، دوال دیگری میدادن، با هم مدرک میدادن، یک مدرک مشترک هم دانشگاه کلمبیا. یعنی شما وقتی از اون مدرک میگرفتی هم انگار مدرک تل‌آویو رو داری هم مدرک کلمبیا رو داری. اینقدر با هم بود. مرکز جهانی تل‌آویو در داخل خاک کلمبیا اونجا قرار داشت در دانشگاه کلمبیا و به شدت این موضوع در ارتباطاتشون گسترده بود. کمک‌های مالی‌های فراوانی بین هم دیگه رد و بدل می‌شدن و یکی از بزرگترین اسپانسرهای دانشگاه کلمبیا صهیونیست‌ها بودن که در طی این سال‌ها، چون دانشگاه به شدت مهمیه. ببینید اصلا کلا شهر نیویورک دومین شهر پرجمعیت یهودی دنیاست. بیش از 2,200,000 یهودی داره، حال نسبت به کل جهان دنیا که خب عده کمی هستن به شدت بالاست. دومین شهر پرجمعیت یهودی های دنیاست و دانشگاه کلمبیا هم از قدیم الایام یه دانشگاه به شدت سیاسی و معروف بوده. اوباما مثلا تو این دانشگاه تحصیل کرده. دیگه ارزم حضور خدمت شما بسیاری از نمایندگان مجلس مثل ایلهان عمر که نماینده مسلمان کنگره آمریکاست، دخترش اینجا تحصیل میکرد، خیلی فعالن. و این وقتی صدای دانشجو شنیده نشد، شروع کردن به اینکه آقا ما باید یکی به هر حال صدامون رو بشنوه. گفتن خیلی خوب، ما اینجا میمونیم در لیبریتد زون و نمیریم. و یک روز موندن، بعد دیگه خود چادر نیازه، شروع کردن به کمپ زدن. یعنی یک ایده همینجوری اومد، کمپو زدن و این کم کم زیاد شد و دعوت میکردن به دانشجوهای مختلف که آقا بیایید به ما بپیوندید، ما یک فکتی فهمیدیم، یک چیزی فهمیدیم که تا حالا به ما دروغ میگفتن راجع به اسرائیل، راجع به فلسطین. الان میخوایم بیایم جبران بکنیم، شما بیاید پیش ما با هم دیگه جبران بکنیم، بیاید با هم یک تاریخ رو رقم بزنیم. دانشجو اهمیت نمیدادن. ببینید نکته رو نگاه کنید، از چه طریقی استفاده میکردن؟ از تیک تاک. یعنی اینها از طریق تیک تاک، از طریق شبکه‌های اجتماعی شروع میکردن به مردم رو تعلیم دادن، چون که CNN، BBC، کل رسانه‌های دنیا اینا رو بایکوت کرده بودن، هیچی راجبشون نمیگفتن، دنبال جلب توجه بودن. و چون شعارهاشون به شدت فناتیک میشد و خواستار حذف اسرائیل و خطاب کردن آپارتاید به اسرائیل بودن، این منجر به این شدش که کنگره کاملا تحت تصرف آیپک بیاد جلو و بگه تیک تاک باید بند بشه. تیک تاک خیلی بهانه کردن که آقا تیک تاک تحت نظر سرویس های جاسوسی بها چینه، واسه همین بعد تیک تاک برچیده بشه. این یک نکته عطفی بود. چرا؟ چون باعث شد اون افراد بیشتر از تیک تاک استفاده کنن، بگن چی شد تیک تاک اصلا سنگاپوری، ربطی به چین نداره. چرا این اتفاق افتاد؟ یک جریان جدیدی رو دوباره در آمریکا به وجود آورد که کاملا باعث شد که جمعیت بیشتری به اینها بپیوندن. و اتفاقی که افتاد، دانشجوها رصد کردن که چه کسی این اتفاق رو رقم زد، رسیدن به لابی آیپک. از اون زمان بود که چند ماه قبل بود شروع کردن که آقا جان رسوا کردن آیپک. در تمام سالهایی که آمریکا جنگ‌های مختلف رو انجام داده، نمایندگانی که رأی آوردن، رئیس جمهوری که انتخاب شده، همشون جزو لابی آیپک بودن که این دیگه ترند شد که آقا جان انگار آمریکا رو اسرائیل خریده و اسرائیل و آمریکا ملک تلق اسرائیله. یعنی کاملا این وایرال شد اصطلاحا و همه دنبال این بودن که آقا ما باید جلوی آیپک رو بگیریم. میرفتن توی کنگره، من فیلماشو رو دارم، میرفتن تو کنگره و مؤاخذه میکردن لابیگرهای آیپک رو که دارید چیکار میکنید، ما رو بیچاره دارید میکنید، شما بعد واسه آمریکا کار بکنید یا به اسرائیل، اصلا منطق نداره که این کاری که شما میکنید. و اینها که جبه خیلی سنگینی بر روی آیپک وارد شده، هنوزم رو دوششون هست که خودشون هم اعلام میکنن این ماجرا رو و به شدت به این ماجرا نقد دارن. حالا اتفاقی که افتاد چیه؟ وقتی که صدا به کنگره رسید و یه همچین جنبشی به وجود اومد و این جمله که اسرائیل آپارتاید یا باید بره، خب به مذاق نمایندگان یهودی آمریکا و صهیونیست آمریکا خوش نیومد. پس چیکار کردن؟ گفت رئیس دانشگاه کلمبیا رو احضار کردن، گفتن آقا ما همه پولی که اسرائیل دادن رو ما پس میگیریم ازت، دانشگاهت رو منحل میکنیم و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، با این دانشجویی که کمپ کردن برو مقابله کن. بعد از سال 1968 که عرض کردم که جنبش ضد جنگ دانشجوی چپ و هیپی در واقع آمریکا بود که منجر به تعطیلی جنگ ویتنام شد، حالا بعد از اون موقع دانشگاه اومد به پلیس برگشت گفت که آقا باید بیاید در دانشگاه و این دانشجو رو دستگیر بکنید. پلیس گفت آقا اینا طبق قانون و قوانین و مقرراتی که داریم ما نمیتونیم بیایم داخل دانشگاه دانشجو رو و حال دستگیر بکنیم. اتفاقی که افتاد گفت خب باشه مهم نیست، من اینا رو منحل میکنم و همین کارم کردن. یعنی حدود 108 نفر از دانشجویان
108 نفر از دانشجویان در واقع ارزم حضور خدمت شما این دانشگاه کلمبیا رو اومدن تعلیق کردن، گفتن شما دیگه دانشگاه ما نیستی، اصطلاحاً اخراجشون کردن و حالا پلیس وارد میدان شد، ریخت توی دانشگاه کلمبیا و شد آنچه که شد. بعد از این ماجرا عرض کردم ادعاهای مختلفی در افراد مختلف و تظاهر آرایی در دانشگاه کلمبیا بود. یکی میگفت آقا اینقدر شلوغ نکنید، یکی میگفت آقا واسه دیگه، آقا چقدر شلوغ میکنید، یکی میگفت باشه آقا لایک برید خونه هاتون. کسی مثل اینها کف صحنه نبود، عده اینها واقعا این قلیل بود، ولی حضور پلیس، تعلیق اینها در دانشگاه، تمام کسانی که مخالف این حرکت بودن موافق شدن، گفتن تا اینجا دارن پیش میرن که آقا قانون اساسی آمریکا که جزو چیزهای ذاتیشونه در متممشون آزادی بیان رو واسه همه مقبول میدونه، خصوصا در دانشگاه، در لیبریتد زون، در یک جایی که کاملا منحصر به این کاره، نمیذاره یک نفر حرفش رو بزنه. این جرقه به وجود ما که نه این دیگه نمیشه باش کوتاه اومد، اگه ما کوتاه بیایم باعث میشه که ما همه حق حقوقمون رو به همین راحتی از دست بدیم و نمیاد. واسه همین گله گله افراد بسیاری به این جمعیت پیوستن از دانشگاه، از دانشجویان و دانشگاهیان. استاد دانشگاه و حال علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا یه دونه سخنرانی منتشر کرد از خودش و اومد قشنگ توضیح داد به این ماجرا که آقا جان اگر ما اینجا وای نستیم اتفاقی که میفته اینه که بعداً از چشمون در میاد، باید بایستیم، باید به این کم کنندگان بایستیم. دوباره کمپی رو که برداشته بودن یه عده از دانشجوی دیگه اومدن اونجا دوباره مستقر شدن، گفتن که نه ما حالا دیگه اینجا که ما فقط دیگه نمیخوایم غزه آزاد شه، اسرائیل نابود شه، بلکه میخوایم از حقوق خودمون هم دفاع بکنیم، هر دوش با همه. و این تسری پیدا کرد به دانشگاه‌های دیگه نیویورک، یعنی کلمبیا که در شهر نیویورک هست و این دانشگاه‌های دیگه مثل NYC و بس فیت و همه این دانشگاه اومدن وسط و دوباره اونم کمپ زدن. و چون این اتفاق خیلی یهو با خشونت همراه شد و پلیس اومد و اینها تعلیق شدن رو اینجور مسائل اتفاقی میفته که به شدت مثل یک مطلبی در همه جای دانشگاه‌های جهان و خصوصا آمریکا پیچید و اکثریتشون هم در وهله اول میگفتن که آقا پلیس نباید بیاد با این دانشگاه بد برخورد شه، بعد آزادی بیان حفظ بشه. این نکته اولشون. وقتی وارد کمپ شدن به ماهیت به حال آپارتاید بودن اسرائیل هم پی بردن، به یک معنای یک بستر رسانه‌ای در داخل دانشگاه‌های مختلف فراهم شد که بفهمن علت اصلا ماجرا چه و دشمن اصلی آمریکای کنونی کیه و چگونه باید باش مقابله کرد. مثلا شروع کردن به خواسته هاشون رو گفتن، بیانیه صادر کردن و تو همه خواسته هاشون نکته اصلیشون قطعیت مالی و علمی و نظامی از اسرائیل. یعنی این نکته اساسی هستش که در همه تقریبا خواسته هاشون مطرح. حال دانشگاه متفاوته ولی کلیت قصه شون این سه تا همشون بهش معتقدن که همون دایوستمنت در واقع که میخوایم آقا قطع ارتباط مالی بکنیم، علمی بکنیم به هر نحوی با دانشگاه‌های اسرائیل، یا بریم اون دانشگاه‌هایی که بعضن با لاکید مارتین و امثال هم که کارخونه‌های ساختن اسلحه سازی و تجهیزات هستن بیایم کاملا باشون قطع ارتباط بکنیم و دیگه با اونها ارتباط نگیریم، دولت رو مجبور بکنیم که پول نفرسته و دانشجوها باید آزاد بشن، آزادی بیان باید تضمین بشه و قصه الان دیگه به نقطه‌ای رسیدن که دیگه کارمندان بسیاری از جاها هم موافقت این قصه رو موافق این قصه شدن. مثلا این دیروز در واقع دیشب در واقع کارمندان کاملا دیگه با دانشجویان هماهنگ شدن، خیلی هاشون به کمپ پیوستن در کلمبیا و ساختمان‌های دانشگاه کلمبیا این داره یکی به یکی فتح میشه. دیگه فقط دیگه در کمپ نیستن، داره همچین اتفاق عظیمی میفته که دیگه به حال در دانشگاه‌های دیگه هم داره اتفاق میفته. اخیراً دانشگاه ونکوور اتفاق افتاد، اصلا کلا شهر ونکوور و دانشگاه ونکوور بر روی خاک قوم بومی ماسکوم ها قرار داره. حالا نمیدونم ماسکوم مسجدی ها اگه بخوایم تحت لفظ تحت لغتی ترجمهش بکنیم، حالا اینکه چی بوده من تاریخشون رو نمیدونم. بومی های و کانادا بودن که اولین بار اونجا اتراق کردن و اونجا ریشه دارن در واقع که ونکوور و دانشگاه ونکوور اون زمین های اونها رو تصاحب کردن. دقیقاً همون اتفاقی که در فلسطین افتاد اونجا هم داره اتفاق میفته. این یک جریانه. حالا نکته اساسی چیه که اینکه آقا آرمان سازی میکنیم که آقا بحث ظهور خیلی آرزومه که بحث ظهور باشه، اما بعد واقع گرا هم بود. یعنی من معتقدم که کاملا بعد اولا روایت درستی رو انتقال داد که آقا اصل قصه 7 اکتبر بوده،
دروغ‌هایی که اسرائیل گفتن و نسل زد که کاملا آمدن بومی‌های آمریکا بود که دفاع کردن و یک شبکه کاملا مافیایی اسرائیل در آمریکا داره رسوا میشه و این خیلی عالیه. اینکه فکر کنیم حالا داره یک بیداری اتفاق میفته، بله این بیداری داره اتفاق میفته و من واقعا معتقدم ماهیت این اتفاقها با ماهیتی که به هر حال در گذشته بوده و صرفا افراد صلح طلب بودن یا افراد ضد جنگ کاملا متفاوته. ولی نکته که وجود داره اینه که ما مغرور نشیم، چون ما هنوزه کتاب‌های ما رو دست نمیگیرن. به این نکته مهمه. الان مسلمان‌های سنی اونجا هستن که دمشون گرم دارن کمک میکنن به این ماجرا و میرن جلو. ولی فکر کن یک نفر که حالا این دیگه واقعا اینا میان پنجشنبه شب دعای کمیل برگزار میکنن، نه این هم نیست. این نکته بعدی. خب من عرض کردم که در خلال صحبت هام که نزدیک تا قبل از 7 اکتبر بودن 80% طرفدار اسرائیل بودن و میگفتن آقا باید با هم دوست باشن. خب فکر میکنید بعد از اکتبر چه اتفاقی افتاد؟ چند درصد شدن؟ حدوداً به 60% رسیدن، یعنی 20%. یعنی آخرین آماری که بنده خوندم صرفا این همه یقظه، این همه تحولات که در آمریکا اتفاق افتاد، هنوز هم بیش از 50% آمار قطعی الان رو ندارم، همین آماری که گفتم مال 2 ماه پیش بوده، ولی تا همین الان 20% از دست دادن. ولی هنوزم که هنوزه بیش از نیمی از مردم آمریکا طرفدار اسرائیل هستن و طرفدار صهیونیست ها هستن و این خودش یک ماجرای عمیقی رو میطلبه که اون مردم هم بیدار بشن، چون بسیارشون نیست به غیر از مسیحیای اوانجلیست که اونها هم صهیونیستن در واقع کاملا و عده‌شون شاید 10 برابر 20 برابر خود جمعیت کل یهودیای دنیاست. غیر از اونها سایر مسیحیانی که در آمریکا هستن نیازمند این هستن که متوجه بشن و بفهمن قصه چیه. واسه همین امثال من و شما اگر زبانی بلدیم و کاری بلدیم باید در حد یک ذره کشیده در نشر این جنبش عظیم دانشجویی که به یک نحوی کاملا انقلاب هست سهیم باشیم و بخوایم بریم جلو. سرتون رو درد آوردم، خیلی ممنونم. روزتون بخیر. خداحافظ.